دوستان سلام، اومدیم یه تعداد سنگ رو میخواییم برش بزنیم امروز. انشالله ببینیم از توش موز در میاریم یا نه. یه تعداد سنگ هستن که از جاهای مختلف برداشت کردیم. مثلا این توپیه، عرضم به حضورتون این توپیه، این که طرح سلیمانیش مشخصه. عرضم به حضورتون که این سنگ حقیق خوشگل طرحدار سلیمانیه. حالا برش بزنیم ببینیم از توش چه طرحهایی در میاد. این سنگ زیبا، این عقیق خوشگل سلیمانی، این هم یه عقیق خوشگل که این طرفش هم سلیمانی داره. خلاصه داریم دیگه، رنگ به رنگ، مدل به مدل داریم. میخوایم برش بزنیم ببینیم. این هم یه توپیه، ببینیم از توش چی در میاد. البته این برش شکسته مشخصه عقیقش. این عقیق شاهرود تیره است. حالا میخوایم ببریم ببینیم توش چی در میاد. این هم یه سلیمانی که مرکزیتش کوارتزه. این هم یه دونه شجر زیرپوستیه، باید اینو پوسته تراشی کنیم قبلش. از این توپیای بابا قوری هم داریم، مثلا میبینیم بابا قوریای ریز زیاد روش هست. این هم که از این توپیای پوست قرمز فردوسمونه. این سلیمانی خوشگله و این سنگ عقیق کبود طرحدار توش هم به نظرم گلپرک داره. حالا برش زدم یکی یکی فیلمشو میگیرم. با این دستگاه گوهر 8 میخواییم برش بزنیم. عرضم به حضورتون که یه دستگاه فوق‌العاده کارآمد حرفه‌ای. بعد هنگام برش چون صداش زیاد میشه دیگه، تایم فیلمم بلند میشه، هنگام برششو نمیذاریم، فقط استوب میزنیم میریم. بعد از برش تیکه های بریده شده رو زیر نور آفتاب قشنگ بهتون نشون میدم. خب سنگا رو برش زدیم. اول از همه ازتون خواهش میکنم که کانال منو تو یوتیوب حمایت کنین، لایک کنین، کامنت، سابسکرایب بکنین، شیر بکنین. اگه دوست دارین این ویدیوها رو که اینطوری براتون سنگا رو برش بزنم و بعد داخلشون رو براتون نمایش بدم، ممنون میشم حمایت کنین با سابسکرایباتون. بریم جمع کنیم سنگا رو یکی یکی ببریم زیر نور آفتاب، خیسشون کنم و داخلشون که برش زدم و بهتون نشون بدم. خب این از اولین سنگی که برش زدیم. داخلش هم که میبینین دوستان خیلی یه سلیمانی داره و نقشای زیبا. بریم سنگ بعدی. من دستعنام خواهید بخشید دوستان، اینجوری بگیرم شاید قشنگتر دیده شه. بله اینم یه سلیمانی لیزری زیباست، توپی بوده، به این صورت برشش زدیم. هر چقدر که لذت میبرین از این سنگو دوستان، دوست دارم حمایت هم بکنین. کانال یوتیوب ما تازه افتتاح شده. یه توپی دیگه دوستان، این یه سلیمانی، این قسمتش آمیتیسه. حالا تو این قسمت بگیرم یکم نور، بنفشیش تا حدودی معلومه. بعد داخلش هم قشنگ بابا قوری هست. بذاریم من به این صورت بگیرم تو دستم جا نمیشه. قشنگ دیگه الان مشخصه. بیارم تو نور، زیباییشو میبینین دوستان، آدم لذت میبره. کلی سنگ دیگه اینطوری دارم میخوام بهتون نشون بدم، عشق کنین. به به. خب اینم یه توپی ساده است، یه حاله سلیمانی داره دوستان، میبینین دیگه یه حاله سلیمانی داره. حالا بعدن که ازش نگین درست کردم، نگیناش هم باز فیلم میگیرم براتون ببینین که چقدر زیبا. خب برسیم سر وقت این یکی توپی. یه توپی آبی بود،
آبی یاسی برشش زدم. داخلشو ببینین دوستان چقدر زیباست. یعقیق سلیمانیه، در مرکزش هم که ژئود فشرده است و قابل تراشه. امیدوارم که قشنگ تو فیلم بیفته و شما لذت ببرین از زیباییش. بریم سنگ بعدی. خب این بوده، یه توپی عقیق تاولی یاسی بود، برشش زدم. ببینیم داخلش چیه. آها، این قسمت پایینش شجر داره. اینجا تو نور بگیرم قشنگ دیده شه. یه عقیق خیلی فشرده و خوبه با کیفیت. این قسمت پایینش میبینین شجر هست، از این قسمتش هم قشنگ نگینای خوشگل میشه در آورد. البته موندم که اینو کاروینگش کنم یا نگین ازش در بیارم. حالا ببینیم دیگه حالا چی پیش میاد. خیلی خوشگله. قسمت زیرش هم قشنگ مشخصه شجرش. خب سنگ بعدیمون هم این بود. این توپی بود که برشش زدم، یکی یکی بهتون نشون بدم. ببینین چه طرح ابر و باد خوشگلی داره. داخلش فوق‌العاده است. این گوشه اون طرفیشه. این انگار یه گربه‌ایه که مثلا این دنبش بالاست، این طرف کله گربه هست، پاهاش. عقیقی که نورم از توش عبور نور داره. ببینم عبور نورش هم مشخصه تا حدودی. این سنگ اصلیش هم که از دو طرف برش زدیم، میتونیم ملاحظه کنیم دوستان چقدر زیباست. خیلی سنگ خوشگلی. از این کلی نگینای خوشگل میشه در آورد. یه توپی کوچولو برش زدیم، قشنگ مشخصه. داخلش یه شجر قاصدکیه. این طرفش هم که الان همین خودش یه دونه نگین دامله تراش انگشتری خوشگل در میاد. بریم. این هم که دو طرفشو بریدم، توپی بود، از داخلش یه سلیمانی خوشگل در اومد. به همین حالت با کمترین برش میخوام تبدیلش کنم به یه، عرضم به حضورتون، گردنی خوشگل. به شدت هم عبور نورش عالیه دیگه. قشنگ فکر کنم مشخص هست دیگه. بریم سنگای بعدی. خب بعدیش این توپی سبز بود. از وسط اینطوری طولی برشش زدم دوستان. فقط رنگ داخلشو ببینین چقدر زیباست. اینجاش بنفشه ها قشنگ. بعد این طرفش چون پوسته داره عبور نورش مشخص نیست، ولی عبور نور خیلی زیادی هم داره. به اینا اصولا میگن شجرهای خزه‌ای یا دریایی. خیلی ترکیب رنگش قشنگه. بریم بعدی. این توپی بود دوستان، یادتونه اینطوری بود که از همون وسط برشش زدم. حالا البته الان ماتن دیگه. الان اینو ببینین قشنگ عبور نورش مشخصه. سنگ مقداری ترک داره ولی اینجا عبور نورش قشنگ مشخصه. مقداری ترک داره ولی یه بخشایش هم که بی ترکه میشه قشنگ ازش نگین در آورد. الان این قشنگ سلیمانی وسطش مشخصه. عبور نورش هم که با وجودی که این طرفش پوسته هست بازم عبور نورش رو داریم ملاحظه میکنیم دوستان.
خیلی زیباست. بغل هم بگیرم اینطوری، خیلی خوشگله. بریم یه توپی دیگه که برش زدیم. این توپی بود دوستان، به این صورت بود، برشش زدیم. یه سلیمانی زوزنقه‌ایه وسطش، اینا عبور نور که داره. زوزنقه‌ایش قشنگ این وسط معلومه، دورش هم که عقیق نوشابه‌ایه، عقیق خرماییه. اینم تیکه این طرفیشه. فقط زیبایی سلیمانی داخلشو میبینین دوستان، همینجوری شبیه کله یه دونه بره‌ایه. اینجاش میشه گوشاش، سرش نیمرخ کله یه بره است. یه عقیق خیلی زیبا. دوستان فقط لطفا سابسکرایب بکنین، چنل منو حمایت کنین. بریم سنگای بعدی. خب دوستان اینم یه توپی دیگه بود، برشش زدم. اسلایس اولشو ببینین، یه عقیق سلیمانی خوشگل داخل توپی هست. پوست تراشیش هم کردم قبلش تا حدودی ببینم یه موقع تو سطحش باباقوری چیزی هست یا نه. نبود. این تیکه مرکزیشه، یه سلیمانی لیزری مشتی داره. اینجا فکر کنم سلیمانیش قشنگ مشخص باشه. خیلی زیباست این عقیق. عبور نورش هم که دیگه نگم براتون، دیگه با این قطر ملاحظه میکنین که چه عبور نوری داره. خیلی زیباست این طرحش. اینم تیکه آخرشه که سلیمانیش فوق‌العاده است. هر کاری میشه از این توپی ساخت. بریم بعدی. خیسش کنم. این یه توپی بود که حاشیه‌اش چیز بود، اینطوری بود، حاشیه‌اش عقیق بود، مرکزیتش کوارتز فشرده. برشش زدم، ببین چقدر زیباست. اصلا یعنی زبان آدم قاصر از این همه زیبایی که توی سنگا هست. خیلی خوشگله. امیدوارم حسابی لذت ببرین. این توپی بعدیمون بود، یه توپی جاسپر بود، برشش زدم. فقط طرح داخلشو ببینین دوستان. این جاسپر عقیقه. البته رنگش به این کدری که داخل فیلم هست نیست دوستان، رنگش خیلی شفاف تره، ولی متاسفانه تنظیمات دوربین من به هم ریخته مقداری. تا بیام این تنظیمات رو درست بکنم، حالا شاید در ادامه فیلم تنظیماتش رو درست کردم. بریم بعدی. خب این از اون توپیایی که روش تمام باباقوری داره. ملاحظه میکنین دوستان، یه توپی بود کاملا روش باباقوری های ریز. این نوع باباقوری ها معروف به هزار چشم هستن، خیلی کم یابن. این قسمتش هم قشنگ مشخصه دیگه. خب یه دونه توپی عقیق صورتی بود برش زدم دوستان، میبینین این توپی به این شکل بود، به این شکل. حالا یکی یکی اسلایساشو برمیدارم دوستان. فقط زیبایی این کار رو ببینین. یه شجر داره اینجا، یه سلیمانی داره اینجا، اینجا هم روتایله. فقط زیبایی رو ببینین تو این سنگ. کی باورش میکرد تو این سنگ که عقیق صورتیه حاله های باباقوری هم اینجا هستا، ولی این شجرش، تک درختش عین تک درخت. قشنگ از همین منطقه من یه دونه نگین خوشگل درست میکنم. اینم از اون سنگایی بود که خیلی دوستش داشتم. تو قسمت های دیگرش هم این ناخالصی که احتمالاً منگنز هست، این ناخالصیه بود که تو اون یکی تیکه شجر شده بود. این ناخالصیه هست. خب
ولی دیگه به اون صورت شجره نیست، شجره فقط همونجاش در اومد. ولی خب سلیمانی خیلی هم شفافه، عبور نورش هم میبینین دیگه، اصلا این لامپ میدرخشه. بریم تیکه بعدیش. اینم اسلایس بعدیه، همون ناخالصی هست، سلیمانی وسطش هست، پشتش هم که قشنگ مشخص سلیمانیش، خیلی زیباست. اینم اسلایس آخرش، قشنگ میشه از همین جایی که ترک خورده از این قسمت پایینش یه نگین خوشگل در آورد. بریم توپی معرکه بعدی. دوستان این یه بخشی از یه سنگ رگه‌ای بود، از وسط با تیغ بریدمش. فقط زیبایی رو تو این سنگ ببینین خودتون دیگه، من هیچ حرفی نمیزنم. پایینش شجراش، این قسمتش سلیمانیش، اینطوری اگه تو نور بگیرم قشنگ مشخص میشه. یکی تیکش بکنم واضح تر باشه، یکم خیسش کنم. فقط طرح داخلش رو ببینین اول. فقط امیدوارم که تو فیلم قشنگ بیفته. ببینین دوستان چقدر زیباست. خیلی عقیق درجه یکیه. بریم سر وقت سنگای دیگه. خب دوستان اینم یه تیکه سنگ دیگه بود که اول پوسته تراشیش کردم دوستان. ببینین طرح روی پوسته کاملا مشخصه که چه طرح زیباییه. کلوف بریدمش، ببینین چقدر زیباست. داخل سنگم طرح‌های خوشگلی داره. این قسمتش هم عبور نور داره ها دوستان، ولی چون تیکش یه مقداری بزرگه یه کار خوشگل میشه از این در آورد، برخلاف تصور بقیه. اینم اون طرفشه. بریم تیکه سنگ بعدی که من عاشق این سنگه شدم. ببینیم بچه ها، یه توپی بود دقیقاً به این شکل، میبینینش؟ برشش زدم فقط ببینین از توش چی در اومد. یه باباقوری خوشگل اینجا داره، به چه زیبایی، به چه زیبایی. فقط باباقوریشو ببین، بماند که این زیرش هم باباقوری داره و این قسمتاش چه شجری. اینجاش یه دونه درخت قشنگ، حالا تو نور میگیرم مشخص میشه. ببینین دوستان با این کلفتی ببینین چه عبور نوری داره. و یه رنگ آبی یاسی تو زمینه است، خیلی خوشگله. اینم تیکه بعدیشه که این درخچه‌ای که اینجا داره معرکه است. اینم تو نور میگیرم براتون ببینین. اینجاش که باباقوری داره، کولاک، میبینین دیگه. حالا بریم تو نور ببینیمش، درخته رو قشنگ میبینین، درخته رو. اصلا باورم نمیشد تو این توپی که فکر میکردم عقیق ساده است این گونه باباقوری در بیاد به این زیبایی. اصلا فکرشو نمیکردم. وسط باباقوری وسط این باباقوری هم یه دونه گل کوچولو فرم عین این درخچه هست. خیلی زیباست این سنگ. میگم من عاشق این سنگه شدم.
هی دلم میخواد به شما بیشتر نشونش بدم. بریم تیکه بعدی. یه دونه جاسپر در واقع حالت طرح داره. ببینین دوستان زیباییشو، متراکمه از این تو تیکه خورده سنگ همچین جواهری در میاد. ببینین فقط زیباییشو، خیلی خوشگله. بریم سنگای بعدی. بله امروز من فقط قصد دارم سورپرایزتون کنم دوستان. فقط زیبایی این سنگ رو ببینین دوستان. این هم اسلایسی که ازش بریدم، فقط سلیمانی وسطش رو ببینین. بماند که حاشیه‌ش هم یه حالت شجره سفیده، خیلی خوشگل. یه کارای زیبا و فاخر میشه از این سنگ در آورد. این عقیقی که میخوام الان بهتون نشون بدم عقیق شاهروده. تیکه‌ای که از شاهرود پیداش کردم دوستان. هر دو تا تیکه رو بذارین خیس کنم. این توپی بود، یه توپی که اصلا یعنی من خودم فکر نمی‌کردم توش عقیق درست درمونی باشه. فکر می‌کردم از خانواده فلسپاتا باشن. اما وقتی که بازش کردم دوستان داخلش رو ببینین. یه عقیق زیبا، طرحدار و با عبور نور، شفاف. این هم یکی تیکشه. خیلی عقیق با کیفیتی هم هست. اصلا فکر نمی‌کردم تو این سنگ عقیق باشه. یه چند تا دیگه اینجا سنگ هست. توپی بود بچه‌ها. ببینیم من اینو خوردش کردم، اسلایس بریدم. یکی یکی از سر توپی بهتون نشون میدم. یه عقیق پاکه که این زیرش هم شجر برفی هن اینا دوستان. این سر توپیه بود که من برش زدم. حالا بریم قسمت های دیگرش هم ببینیم. اون یکی سرش هم بهتون نشون بدم. تا اینجا یه چیز عادیه، اما تیکه های دیگر رو که ببینین خودتون لذت میبرین و بهم حق میدین که من اینجا رو که برش زدم دیدم همچین چیزیه، گفتم این روتایله دیگه. قطع به یقین گفتم این روتایله. انعکاس نورش هم که میبینین. اومدم این تیکه رو برش زدم. این تیکه رو از اینجا که برش زدم گفتم واو چه طرحی داره توش. وقتی اینو برگردوندم دوستان فقط روتایلای زیبا رو ببینین. یعنی من روتایل طلایی به این زیبایی ندیده بودم تو کل عمرم. این روتایل طلایی خیلی کمیابه. عبور نورش هم میتونین ببینین دوستان. این روتایل طلایی خیلی کمیابه، خیلی کمیابه. امیدوارم که حسابی لذت ببرین و عشق کنین با دیدن برش این سنگا. فقط طلایی بودن این روتایلا رو ببینین دوستان. تا رسیدم به این تیکه. این تیکه دیگه هوش از سر من برد دوستان. فقط یعنی عبور نورش رو ببینین. حتی طلایی بودن این روتایلا داخلش کاملا مشهود و مشخصه. این هم که پشت کاره. اینا همه سنباده پولیش میشه. یه نگین گردنی خوشگل میخوام از این ست بسازم. واقعا طلایی ها، میگم طلایی. این خطوط که شما شاید زرد ببینین تو فیلم، کاملا طلاییه. خب اینم از این سنگ گرانبهای من. بریم یه دونه توپی مجدد برش زدم. این توپی
بود. برشش زدم از همین وسط، داخلش فقط طرح سلیمانیشو ببینین و لذت ببرین دوستان. یه سلیمانی لیزری خوشگل داره. اینا رو به همین صورت احتمالاً سنگ پولیش کنم، برای دکوری استفادهشون کنم. خطوط سلیمانی قشنگ مشهوده دیگه دوستان. اگه دلتون میخواد من هر روز براتون از این ویدیو بسازم، حتما کانال منو سابسکرایب بکنین. میرسیم حالا به این سنگی که برش زدم. چند تیکه خیس کنم براتون و یکی یکی تیکه هاشو براتون نشون بدم، لذت ببرین. فقط جنگل رو ببینین این توش. سلیمانی داره، عرضم به حضورتون نقش پاییزه داره. عبور نورش هم ببینیم، قشنگ دیگه واضحه عبور نورش، با وجودی که پشتش پوسته هست. میبینین دوستان، یه سنگ خیلی خوشگل و فاخره. من دارم از نزدیک قشنگ میبینم رنگا رو، شاید یه موقع تو فیلم خوب نیفته دوستان. تیکه بعدیش این تیکه هم خیلی خوشگله دوستان. رنگ این قسمت سلیمانیش زرده. تیکه های بعدی هم بهتون نشون بدم. ببینین چقدر زیباست این سنگ. این هم عبور نورش، با وجودی که پشتش پوسته رو میبینین دیگه، ولی عبور نورش هم ببینین. خیلی زیباست این سنگ. فقط خیسشون دارم میکنم بهتون نشون بدم. توش سلیمانی داره، جنگل پاییزه داره، هر چی فکر کنین این سنگ زیباست. خب بریم سنگ بعدی. یه دونه توپی بود این شکلی، برشش زدم، تیکه تیکه براتون آب میزنم ببینید. این قسمت اول برشه، یعنی این قسمت سنگ. تیکه بعدی وسطش دوستان، حالا شاید اینجا زیاد مشخص نباشه، ولی یه آمیتیس فشرده است. این قسمت بنفش کامل و کوارتز فشرده است که این پشتش هم ژئوت زده و مشخصه. حالا نمیدونم توی ویدیو میفته یا نه. این قسمت کامل بنفشه، خیلی بنفش ملایمی داره. قسمت مرکزی سنگ بنفشیش بیشتر شد. میبینین دوستان، ژئوت، اینجا همه بنفش خیلی کم رنگ، پشتش قشنگ بنفش مشخصه. این هم که قشنگ باز بنفشیش مشخصه. اینجوری اگه فیلم برداری کنم شاید بتونیم شما اون قسمت بنفشیشو تا حدودی ببینید. مشخصه دیگه اینجا بنفش. بریم سنگ بعدی. خب اینم از بقیه سنگایی که میخوام بهتون نشون بدم. برش خوردن همشون، یکی یکی خیس میکنم بهتون نشون میدم. اول از این شروع کنیم. یه جاسپر قرمز با عبور نور
در واقع جاسپر عقیقه دیگه، ولی خب عقیقش کمه، ولی یه سنگ خیلی زیباست. اینا سنباد پولیش بخورن طرح زیاد داره توش برای دیده شدن. بریم بعدی. میخوام بهتون کوچولوترین و زیباترین سنگ رو نشون بدم که من اینو از وسطش دقیقا برش زدم. اول تیکه کوچیک رو بهتون نشون بدم. ببینین دوستان، اینجا بگیرم قشنگ مشخص باشه، سیاهیه خب، اما وقتی میره داخل نور دوستان کاملا شجرش مشخصه و در این تیکه بیش از پیش مشخص میشه شجرش. یه شجره قاصدکی فشرده است که این شجره سر درخت ها مویرگی مشخصه. این پشت سنگ بود، این مرکزشه، میبینین؟ حالا بیاییم تو نور، به این صورت زیباییش مشخص میشه. قشنگ یه شجر، یه نگین خوشگل میشه ازش در آورد. خیلی زیبا. بریم سنگ بعدی. این توپی رو میبینین؟ براتون دونه دونه آب میزنم نشون میدم. اینجا رو که برش زدم توش این چیزای آبی رو دیدم، یه مقداری حالم گرفته شد اولین برشش. گفتم برم یه اسلایس دیگه هم ازش بگیرم ببینیم چطوری میشه. این اسلایس وسط رو ازش گرفتم فقط ببینید چی در اومد. این کار خیلی کار قشنگیه برای ست زدن. خیلی کم پیدا میشه از این سنگایی که اینطوری باشه طرحشون. اینا همه آبی یاسیه دوستان. این هم اسلایس آخرش، میبینین دیگه. این وسطش هم جاسپره. خب بریم سر وقت این توپی. تازه خوشگلامون تو راه بچه. یه بار دیگه هم میگم اگه دلتون میخواد از این محتوا براتون بسازم، سنگا رو برش بزنم، دونه دونه اینطوری خوشگلیاشو براتون نشون بدم، حتما کانال رو سابسکرایب بکنین، لایک کنین، رو نورش هم بگیریم. زیباییشو میبینین دیگه. این هم تیکه این طرفیش، وسطش کوارتز فشرده قابل تراشه. 2 سلیمانی هم این قسمت ها مجزا از هم داره. در مجموع سنگ خوبیه برای سنگ پولیش کردن. بریم توپی بعدی. این هم یه جاسپر قرمز با کلی طرحهای خوشگل. من خودم به شخصه به این نوع سنگ جاسپر میگم دریایی، چون خیلی شلوغ بلوغه حالا، ولی خب ست میشه باهاش زد. مثلا ست گردنی و گوشواره‌ای میشه زد باش، چون قرمز و جیگری هم هست رنگش، توی گردن زیبا دیده میشه. بریم سر وقت این توپیه. این اسلایس اولشه. اینجاش تمام شجر، میگم شجر، طرح فشرده پاییزه است. اسلایس، این اسلایسش قشنگ تره. فکر کنم اینجوری خوشگل تر دیده میشه. این هم تیکه آخرشه که یکم تراکمش کمتره. در مجموع سنگ مغزدار و خوبیه. خب این قلب سنگ سیاه میبینین؟ من اینو رو حساب این که شبقه برداشتمش، فکر کردم شبق باشه، بعدم آوردم برشش زدم دیدم نه، جاسپر مشکیه با طرحها و خطوط سفید.
الان این قسمتش رو بهتون نشون بدم متوجه میشین کامل. خیسش کنم. یه سنگ بعدش هم خیلی سفت بود این سنگه. طرح توش خیلی خوشگله برای خب بریم سر وقت این توپی. یه عقیق خوشگل. حالا چطوری بگیرم دیده بشه؟ این طرحش زیاد تو این اسلایس دیده نمیشه. بریم اسلایس بعدیش. آها اینجاش مشخص. نوعی جاسپر عقیقه دیگه. حالا برش های نازکتر اگه بخوره گلای توش که این دقیقا تو همین بخش هست واضحتر دیده خواهد شد. جاسپر عقیقه طرح داره دیگه دوستان. بریم سنگ بعدی. میخوام اینو بهتون نشون بدم. اینم یه عقیقه طرح داره. تو این بخشش طرحش مشخص تره. رنگ خود سنگم که خرماییه. مشخص طرحش. یه رنگ خاصیه دیگه. هم خرماییه هم آبی یاسی داره. عقیق طرح داره دیگه. خب برسیم به این سنگ زیبا. یه کوارتز فشرده آبی، حاشیه سلیمانی، توپی بود دیگه. توپی رو برش زدم دقیقا از وسطش. هم عقیقش هم کوارتزش که فشرده است و قابل تراش و نگین شدن هست آبیه دوستان. اینم اسلایس بعدیشه. این قسمتش هم یه نقطه بابا قوری داره ولی تو دورگیری احتمالاً از بین میره. این قسمتش هم که روش از روی حالت شجرهای ریز داشت ولی اینا توی پوست تراشی از بین قطعا میرن. آبی بودنش هم میبینین دیگه چقدر آبی خوشگله. این به این صورت توپی بود، برشش زدیم. خیلی خوشگله. یه بار دیگه هم ببینیمش. بریم سنگ بعدی. این بود. طرح داخلش رو ببینیم دوستان. حالت گل پرک داره. وسطش هم که کوارتزه. این هم سنگ طرحدار و خوشگلیه. حتی کوارتز وسطش هم فشرده است. تا برسیم به این اسلایس. طرحش خیلی خوشگله. اینجا از تو نور اگه شجرش مشخصه دیگه. شجر مشکی داره وسطش، هم شجر سفید داره. خیلی سنگ با عبور نور بالا و زیبا. این هم اسلایس آخرشه که بریم تیک سنگ آخری که مونده. یه شجر پاییزه است. از تیکه درشت خیس کنم ببینیم. پایینش حالت شعله است ولی جالبیش اینه که زرد شعله. اگه قرمز میشد
خیلی زیباتر میشد، ولی داخلش این قسمت ها تمام حالت روتایل، مرکزیتش چون کوارتزه، اینجا کوارتزه، اینا تماما به صورت روتایلی هن. بریم تیکه بعدی. طرحش خیلی قشنگه، اینم برای ست زدن کارهای خوشگلی میشه ازش در آورد. اینو اومدم از وسط دقیقا نصفش کردم، اینجا قشنگ روتایل ها مشخصه، طرح روتایل. خب امیدوارم که لذت برده باشین دوستان. سابسکرایب کنین، لایک کنین، حمایت کنین از کانال ما. اگه دلتون میخواد بازم براتون سنگ ببرم، فقط سابسکرایب یادتون نره. دم همگیتون گرم، تا هفته بعد، خدا نگهدار.